توی ویدیوهای قبلی با نقش دولت‌ها در کنترل اقتصاد با هم آشنا شدیم و ابزار اونها رو هم برای رسیدن به این هدف با هم بررسی کردیم. اما توی این ویدیو می‌خوایم که به تأثیرات استفاده از این ابزارها بپردازیم. همونطور که می‌دونید اصلی ترین اهداف دولت‌ها اینه که یک سری شرایط برابری رو برای همه مردم جامعهشون فراهم کنن به منظور رشد اقتصادی جامعه. این کار نیاز به خرج و مخارجی داره و میشه گفت اصلی ترین منبع درآمد دولت مالیات در واقع همون تثبیت کننده خودکار اقتصادی. اما اینطور فکر نکنید که همیشه مالیات بالا به این معناست که درآمد دولت هم بالاست. مالیات بالا میتونه در بلند مدت موجب تعطیلی بیشتر شرکت‌ها بشه و به صورت غیر مستقیم درآمد دولت رو پایین بیاره. از طرفی هزینه‌های دولت درسته که در کوتاه مدت موجب ساخت و ساز، اشتغالزایی و از همه مهمتر تحریک اقتصادی میشه، اما تو بلند مدت چیزی جز رشد تورم و پدیده‌ای به اسم بیماری هلندی رو به همراه نخواهد داشت. در واقع مخارج طولانی مدت دولت باعث کاهش بهره‌وری نیروی کار میشه که این هم موجب تضعیف چشم‌انداز اقتصادی میشه. به قول آقای فریدمن در بلند مدت هیچ کس به فکر حد اکثر کردن ارزش نیست.